بیاین اینو ببینین. نگاه کنین. وا، این چیه؟ یعنی چی؟ این دخترها مگه همسن ما نیستن؟ مامانم میگفت اونا مثل ما نیستن. میگفت اونا خیلی با ما فرق دارن. بیچاره ها. بیچاره چیه بابا؟ اینا همشون همین جورین. این قضیه دیشب پیش اومده؟ ظاهرا. گناه عکس دختره رو تو روزنامه چاپ کردن. دیدم یعنی چی؟ همش تقصیر تو و جنکه که عکس این دختره رو تو روزنامه چاپ کردن. جفتتون کثافتین. اینجوریه؟ ما کثافتیم، تو چی هستی؟ من که گفتم این آدم همه چی رو بگی. خب میگفتیم. بعدش چی میشد؟ محلت نذاش نه؟ خیلی آشغالی. سرکان چتونه؟ میخوام یه چیزی بپرسم. دیشب وقتی رفتی کلانتری اون دخترام اونجا بودن؟ با هم بودی؟ به تو چه که اینقدر سوال میپرسی؟ کنجکاو شدم. اینقدر فضولی نکن. عجبا. تیممون کامل شد. همه میدونستن نه؟ مملکت با خاک یکسان بشه کسی نمیفهمه. حالا یه بار عکس ما رو چاپ کردن همه روزنامه خون شدن. معروف شدیم دختر. برو بابا، به روی خودشم نمیاد. چی کار کنیم؟ حداقل بیرونمون نکردن، خودمون اومدیم بیرون. چی کار کردی؟ هیچی بابا، رفتیم سر کلاس. همین که رسیدیم دیدیم اون عقب افتادا دارن بهمون میخندن. ما هم پا شدیم اومدیم بیرون. مگه نه ساغر؟ آره راست میگه. اما این دوستمون رو به خاطر نقض قوانین از مدرسه اخراج کردن. خیلی خوب بابا، بس دیگه. انقدر خودتون رو عذاب ندین دیگه، کاریه که شده. اینا رو تازه برامون آوردن، همشون نوعن. به بقیه هنوز نگفتم. من نمیخوام. انقدر مغرور نباش دختر جون. بالاخره تو هم عادت میکنی با کهنه پاره های مردم زندگی کنی. سهول ببین، این به تو خیلی میاد. مال خودت دیگه کهنه شده. وای چقدر خوشگله. نمیدونین چقدر ناز میشیم وقتی صورتی میپوشیم. یعنی هر کس ببینه اصلا باور نمیکنه من انقدر بدبخت باشم. شبیه یه دختر خانواده دار و ثروتمند میشم. دست درد نکنه خاله هدیه. جدی میگم. ممنون که اینا رو آوردی. جدا روحیه‌مون عوض شد. یعنی چی آقای محترم؟ چرا ثبت نامشون نمی‌کنین؟ این دخترام حق مدرسه رفتن دارن. باشه زنگ میزنم اونجا. ایلولم اومد. پس باید واسه هر 4 تاشون دنبال یه مدرسه جدید باشیم. باید دنبال مدرسه شبانه چیزی باشی. شاید اونجا بشه ثبت نامشون کرد. رفت آمد واسه بچه‌ها خیلی سخت میشه. با این وضع بعید میدونم مدرسه های معمولی قبولشون کنن. میترسن که والدین بچه‌های دیگه بهشون اعتراض کنن. این چه حرفیه؟ مگه میشه؟ مدرسه ها قانون دارن. قدرت هیچ قانونی بیشتر از ترس از آبرو و پیش‌داوری آدما نیست فرید خانم. بهشون برچسب خورده، چه گناهکار باشن چه بیگناه. یه مدرسه میشناسم که حتما این کارو میکنه. کدوم مدرسه؟
از این روزنامه هم شکایت میکنم. بهشون نشون میدم آخر عاقبت چاپ کردن عکس دخترای زیر 18 سال چیه. ببخشید. بفرمایید. با نازان خانم کار داشتم. گویا از هیئت مدیره مدرسه هستن. بله، هیئت مدیره توی اتاق کنفرانس هستن، طبقه بالا. از همین پله ها تشریف ببرید. ممنونم. خواهش میکنم. به نظر من بهتر امسال با یه طراح رقص دیگه کار بکنیم. اون نمایش موزیکال پارسال افتضاح بود، واقعا فاجعه بود. فیگن خانم، خودتو ناراحت نکن، ولی اون کسی که شما معرفی کردین اصلا نتونست انتظارات ما رو برآورده کنه. نه، ناراحت نشدم. چرا ناراحت بشم؟ ولی ما هم دانشکده هنرهای زیبا نیستیم نازان خانم. توانایی بچه‌ها در همین حده. نه دیگه، این حرفو اصلا قبول ندارم. مثلا همین دافنه سالهاست که داره کلاس رقص میره. اگه یه طراح خوب بیاریم خیلی عالی. خیلی معذرت میخوام که مزاحم جلسه‌تون شدم، ولی نازان خانم حتما منو یادتون میاد. من دستیار مدیر پانسیون دخترام. امرتون. اگر ممکنه خصوصی صحبت کنیم. البته اگر در حضور بقیه هم باشه واسه من فرقی نداره. البته لزومی نداره وقت بقیه رو بی خودی تلف کنیم، مگه نه؟ شما ادامه بدین. بفرمایید. لطفاً سریع کارتون رو بگین، چون میبینین که سرم خیلی شلوغه. به خاطر کاری که پسر شما و دوستاش کردن عکس دخترها تو روزنامه ها چاپ شده. هم پسرم هم دوستاش کاملا بی تقصیر بودن. این اتفاق خیلی اونا رو ناراحت کرده. مقصر دخترای پانسیون شما. من نیومدم اینجا که بگم کی مقصر هست کی نیست. این وسط یه اتفاق ناخوشایند افتاده، ولی انگار فقط دخترها دارن به خاطرش تاوان میدن. من با سرکان برخورد لازم رو انجام دادم. تا یه ماه مطلقاً حق نداره شبا بره بیرون. این تنبیه براش کافیه. متوجهم. پس بذارین منم وضعیت دخترها رو توضیح بدم. مجبور شدن برای اثبات سالم بودنشون معاینه بشن. عکسشون توی روزنامه ها چاپ شد. از مدرسه اخراج شدن. در حال حاضرم هیچ مدرسه اونا رو قبول نمیکنه. چه بد. خیلی ناراحت شدم. امیدوارم زودتر یه مدرسه خوب پیدا کنین که ثبت نامشون کنه. خب معلومه آموزش خیلی مهمه. اگه کار دیگه ندارین من برگردم جلسه. اون 4 تا دختر رو باید اینجا ثبت نام کنین. حتما دیوونه شدین. ببخشید ولی واقعا چیز دیگه‌ای به فکرم نرسید که بگم. اینجا یه مدرسه غیر انتفاعیه. بله میدونم، ولی حتما شما هم برنامه بورسیه سالانه دارین. بله داریم، اما این بورسیه ها به بچه‌های خوب و درس خون تعلق میگیره، نه به دخترای بی حیای پرورشگاهی. ببینین اگر اون 4 تا دختر رو اینجا ثبت نام نکنین اونا هم شکایتشون رو پس نمیگیرن. پسر شما و دوستاشم دقیقاً مثل دخترای ما رسوا میشن. اگه لازم باشه اسم و عکس تک تکشون رو روی کاغذ میزنم و توی کوچه پس کوچه ها آویزون میکنم. حالا هر جور صلاح میدونین. چی کار میکنین؟ صبر کنین. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ فرید خانم این مشکل با روش‌های دیگه‌ای هم قابل حله. شب گذشته یه اتفاق ناخوشایند واسه بعضی از بچه‌های این مدرسه افتاد، ولی اینکه فقط یه طرف قضیه بخواد تاوان اون اتفاقو بده از نظر اخلاقی نه درسته نه انسانیتی. درسته، البته نمیتونیم کمک مالی بکنیم، ولی به عنوان یه جنبش اجتماعی میتونیم در نظرش بگیریم. فردا مدارک دخترایی که گفتین رو برامون بیارین تا کارای بورسیه‌شون رو انجام بدیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم.